رفتم بود رفتن در تسبیحات میگذارم. حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است: من لم یدع الله سبحانه و تعالی غضب قبول کنید انشاءالله، قبول کنید انشاءالله. خداوند معنای دعا چی است؟ ما حاجتمند به سوی خدا، من انسانی خدا خواهد کاملا که همه چیز در دست این شما بیاید میآید که تونیم خدا خواهد که دفع کنیم، تونیم برف داریم، تونیم بارون بیاریم، تونیم خدا خواهد زنهامون بچه یک تولد کنیم. بعضی ها بچه دارن دختر ندارن، تونم دختر تولد کنیم. این دست ماشین نمیآید. ولی مجسم محتاج بسوی انشاءالله الله سبحانه و تعالی هستیم. میگن همان بنده قدر میکنه خدا سبحانه و تعالی که اگر بسوی خدا چی آکشنه نکنه دعا نکنه انشاءالله. امروزه که دعا مخ العباده، دعا مغز عبادت است عزیزان من. وقتی که ما یک میوه میخوریم اگر شیرینیش شیرین باشد با مغز شخصیم از وی چی شیرین‌تر میشود. این مغزی چی است؟ عبادت است. الدعا نور بین السماوات و الارض. پیغمبر اگر این دولت‌های پر اقتدار تنگ و توپ و ریاکتیو سمالیات ها داشته باشد، ما مسلمان ها چی داریم؟ دعا داریم انشاءالله. خدا ما شما را در سوره بقره، در سوره غافر امر میکند: استعیذ بالله ادعونی استجیب لکم. میگه شما دعا کنید من اجابت میکنم. این فرمان الله است به سوی بندگانش. باید که بندگان دائم چی باشد؟ در دعا باشد انشاءالله. در دیگر حدیث میگه لیس شیء اکرم علی الله سبحانه من الدعا. نیست میگه چیزی نکتر بزرگتر از دعا. دیده میگه چیزی پرکومت یعنی معظمتر مکرمتر چیست؟ از دعا دیده چیزی نیست نزد الله سبحانه و تعالی. ولی همین شما وقتی که طاعت میکنین عبادت میکنین البته انشاءالله در عقیبش دعا کنین. اما تسبیح ها بگی 3 مراتب میخونیم ما، این سنت است. اما سنت ما یا که سنت عمل میکنن ما ترک سنت میکنیم گوش دست باش. 3 مراتب سبحان الله بگی، حدیثی پیامبر علیه السلام است. 3 مراتب الحمدلله بگی، 3 مراتب الله اکبر بگی، 99 میشود. و در آخر کلمه توحید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. خوند اگرچه نگه گناهش مانند خفی دریا هم باشد الله مغفرت میکند. شما کلوتایا گناهات خدا خواهد مغفرتش نگه میدارید. از جانب خدا برای شما اشاره است که شما بیگناه هستید. قد گناه اینجا دعا میکنید با اختلاف از کجا میکنید که آقا عبادت قبول کردیم. معنای دعا عاجزی است، محتاجی است به سوی خدا. عاجز میشه، محتاج میشه به سوی خدا. دست میبرداری، دست برداشتن سنت است. زیر بغل را کشاده داشتن سنت است. دست درون پوره کشیدن سنت است. دست برابر سینه داشتن سنت است. ای سنت کن. میدانی در یک جا چندین سنت را انشاءالله برجام داریم. شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم زوال میشه. من احب سنتی فقط احبنی
و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی که میگه یک سنتی یک 10 مراتب لا اله الا الله بود، افضل ذکر لا اله الا الله. اگر کلمه لا اله الا الله در یک پاره توازمونی لا اله الا الله بود. شما با ذکر باشید دارید، به یاد الله باشید. این اکادمی است که شما این تعلیم بگیرید. یا ابوبکر و عمر و عثمان و این آیات کجا یاد بگیرید؟ کجا شما بگیرید؟ به یاد این مسجد تربیت کرد. وقتی که میشنید در زیر منبر محمدی صلی الله علیه و سلم و سخن حق میشنیدن و عمل میکردن، انشاءالله درجه بالاتری میگیرید در قلب هر یک موجود. چهار وزیر انشاءالله رسول الله. وقتی اصحاب کرام چی انس، چی ابو طلحه، چی زید، چی حارث و هاکذا که صحابه است، همه‌شی است در قلب ما شما است. برای چی؟ باید شنیدن کردن. ما میشنیم خلاف میکنیم، شنیدن عمل نمیکنیم. بدن ما شما هم عزیزان من زکات دارد، مثل مالی که دارد زکات، یعنی بدن ما علم هم زکات دارد. علم زکاتش برادر چی است؟ عمل کردن است. وقتی که ما شما عمل نکنیم این زکات را ادا کرده نشیم. عمل نکنیم علم گرفتن زکاتش ادا نمیشه، فقط عذاب میکشیم. علم انسان میگیره به خاطر چی؟ عمل کردن علم میگیرد. الایمان میگه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالبدن. ایمان میگه اقرار کردن از به زبان لا اله الا الله محمد رسول الله، تصدیق کردن از به دل و عمل کردن از به بدن. مزدها که تصدیق ایمان آوردیم، اسلام آوردیم، تصدیق شدیم، چیکار میکنی کن؟ امر فرمانی الله بجا میگیریم، امر فرمانی پیغمبر اجرا میکنی. مسئولیت در بالای شما هست. این هوشیار باشید، آگاه باشید. صداقت روزی میشه من در باره دعا شما عزیزان انشاءالله فرصت که خداوند با کاملتر پرتر شما عزیزان انشاءالله هم صحبت بشیم. موضوع اساسی میگردیم، موضوع ما در باره چی بود؟ انشاءالله دوزخ. در باره که ما شما به هر جهنمش میگیم، دوزخش میگیم انشاءالله خداوند. این دوزخ حق است و راست است. ما به 8 چیز نادیده ایمان میاریم. یکیش جنت است، یکیش دوزخ است. سفیدو مرتیخ دوزخی که ما شما دائم میشنویم از بزرگان اسلام، از عالمان، از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، اینا همه عالمان اعتراف کرده هستند. در کتاب ظل معانی، در کتاب عقل میارت، ولی جنات و نیران کونون علیها مرد احوال الخبار. الجنة والنار حق موجودتان الآن. عقیده خلافت ماتریدیه رحمت الله علیه در کتابش میگه که یعنی جنت دوزخ امروز وجود دارد. امروز هست دوزخ هست. خداوند در سوره خلافت آل عمران آیت 131 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واتقوا النار التي اعدت للكافرین. میگه خداوند بترسید از آتش دوزخ، همان آتشی که آماده تیار کرده است الله سبحانه و تعالی برای کافران. خداوند
وعده داده است در سوره آل عمران 131 که شما بترسید از دوزخ، بترسید از عذاب جهنم که به خدا تیار کرده است، آماده کرده است برای کی؟ کافران. و اینچنین برای منافقان محمدی صلی الله علیه و سلم دوزخ از یاد نبرد. کسی که در دنیا منافق بشود، معنای منافق بدانید چی است؟ معنای منافق دروغ. سوره منافقون است، آیه اولش الله میگه پس سبحانه و تعالی که ای محمد پیش توی منافقان میآیند ترا تصدیق میکنن، خوب میدانی، خوب میگی تو پیغمبری، تو برای ما خواهد قرآن آوردی، کتاب آوردی. وقتی که میگن از پیش تو میران پیش و گروه های خدا شد ترا گردن میکنن. این منافق است عزیزان من. اینجوری خداوند در سوره نبأ آیه 23 از 21 تا 23 الله سبحانه سوره اما که مشهور شدی است با شما اما یتساءلون گفتیم قرائت میکنیم در نمازهای عصر. این سوره خدا در آیه دیگه چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این جهنم كانت این جهنم این جهنم کانت مرصادا، یعنی جهنم برای هر یک گذرگاه شما هست. البته ما وارد جهنم میشیم عزیزان. گذرگاه ما و شما چی است؟ جهنم است. للطاغین مآبا، برای کی؟ برای سرکشان، کسانی که فرمان خدا را سر میکشند، فرمان پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم، قرآن را سرکشی میکنند، فرمان الله را سرکشی میکنند، جای پیها بکن مآبا قرارگاهشون میگه چی از دوزخ است. کی میتواند فرمان خدا را سرکش کرد؟ کی؟ کسی که کافر است، کسی که از خدا نمیترسد و فرمان خدا را سرکشی میکند. خدا میگه قرارگاهشان جهنم است. لابثین فیها احقابا، در آیت دیگه در دوزخ استقامت کننده، زندگانی اهل کافرها، اهل سرکشان، اهلهای طاغوت که از قرارگاهاشو مکان زندگیشو جهنم اشاره. خدا میگه لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نمیشه شه میگه در اون دوزخ میگه نمیابن یمان سرد اینجا نیست. بعدن دیگه جای سردی یک درختی نیست، یک جای سردی نیست که از عذاب برایو در اون ادام گیری. بالکل تمام این شعب دوزخ وجودش از عذاب است عزیزان من. چون که دوزخ در 3000 سال انشاءالله خدا خواهد برپاش است. 1000 سال الله سبحانه و تعالی ستون داشت، چی شد؟ سرخ شد. 1000 سال دیگر ستون داشت، سفید شد. 1000 سال دیگر ستون داشت، سیاه شد.
مادران و خواهران وقتی که نان بستگی میشود چکار میکنن؟ اول تنگش کار میکنن میترساندن، پرنه ترساندن، تیار میکنن، آمش میکنن، دیگر تیارش میکنن، بندان میبندن. خدا سبحانه و تعالی برای ما شما این دوزخ فقط تیار کرده است. یک گاز، علاوه گاز یا یک لخچه خبیده میداره؟ نمیتونه باشیم. طاقت قبیله هم نداره. یک دستک میزنده خدا خواهد هفته ها دیگه میکنه تا اینکه بخیر اومده میشه، تا اینکه دارها استفاده میکنی، شبها خوابمون میبرد. که حضرت مولوی نداریم بلکه فی پا طاقتی خواب دلیلی چون کنید در ملخری نار. و میگه در این پا یک خارق نداره در تک کبی پاس طاقت نمیتونید. از که در اون عراق طاقت نمیتونید، که در اون عراق صبر نکنید. لا نسین فیها احکام، استقامتی ها میگه دائم ایستادگی چیه؟ همون دوزخ است. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، نمیچشن دیگه در دوزخ یگان آب، یگان خنکی یک جای راحت میگیرگی نیست. و حال خودش نید الا حمیما و غساقا، یعنی نوشابی های ویها آب شیرین نیست، شیر نیست، بلکه چی است؟ حمیم است و غساق است. حمیم میدانیم وقتی که شما را دوزخیان داده میشده است و مجرد نزدیکی لب بردن اعضای شما سوخته میبرده است. وقتی که شما را مینوشانند روده ها با پاره پاره شده میرده است. و آبی جوش است. وای کسلوته عزیزان ما به اصطلاح بگیم وای کسلوته، کسلوته در یکان یا ریزه تشو بکنن همچنان تیکه و پاره بکنن در اون نه خدا وعده داده است ما نه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه، خدا وعده داده است. ما آگاهی دارد که ای بنده ضعیفی من کار تو کی با سفر گرفتار میشه. معلم کی ای لحن ضعیف مائل نار مشو، کار کن با سفر گرفتار مشو. ای لحن ضعیف بگر یک گوش پاریم تو خودت دوزخی نکن، کار تو که در دنیا با دوزخ گرفتار نشو. این نمازک تخون روزیت بگیر، فرمان خدا که 5 بینا اسلام زکات مالتته حج کن، خدمت شما پدر مادر کن، خدمت اولاد کن، خدمت پیغمبر کن، کاری کن که با سفر گرفتار نشد. از سود و زبر تو را خبر کرد خدا، کو کار بجام از پی آزار مشد. و میگه در زیان و زحمت و عذاب و راحت خدا خبر داد. سوره نبند خلافت باید 34 خبر دارست که ای بندم کاری تو که به این دوزخ گرفتار نشد. سود و زرزره تو را خبر کرد خدا گفتن میگه فقط روز قیامت محترم جماعت چی هسته خود بخلافت گناهگار دشن سود ندارد. همین جهنم به اصطلاحی عمومت ترمه است عزیزان، ترمه. خدا هم روز قیامت چی دارد؟ ترمه ها دارد. برای ترمه ها الله سبحانه و تعالی 6 فرشته مقرر است عزیزان، 6 فرشته مقرر به خدا نزدیک فرشته. یکیش جبرائیل است، یکیش میکائیل است، یکیش عزرائیل است، یکیش اسرافیل است. دوی دیگرش در قرآن نیست. یکیش رضوان شاه جنت است، یکیش هم مالک میگن اپرانهش دوزخ است. نه چند دوزخ است. برای شما با فرشته ها کمتر معلومات میدیم. فرشته ها برادران آموز آفریده شده هستند. فرشته ها در زنکی، مردکی، خوردن، آشامیدن، خواب رفتن، دم گرفتن نیست. ما شما جنس مرد و زنی ندارد.
600 قلم دارد. 4 فرشته‌هایی که منم 6 فرشته که خدا آفریده کرد بسیار فرشته‌های باقوات هستند. بسیار یک کانات که زنده چپانی کرد. همین پرامهش دوزخ محترم جماعت نمشی است مالک است. مالک به اصطلاح لغت پادشاه دیگر یعنی پادشاه دوزخ است. پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم من شب معراج با واسطه جبرائیل دوزخ را من نشان دادم. عذاب‌های دوزخ. وقتی که میگن من نزد دروازه دوزخ رفتم همین مالک دوزخ دیدم اقل یک ذره و یک تبسم نکردم. با مجرد دیدن و میگه بدن من لحظه فرار بود. تاثیر میگه پیغمبر تاثیر. وقتی که این پادشاهی دوزخ دیگر گفتم جامعه این که هست یعنی که هذا مالکم خادم النار. این گفت اینه پراولایش دوزخ است. این نشانی که همین تورمه است. ما ذهیقا منذ خلق از خدا این آفریده که یک بار حال تبسم کرده نیست. یک بار تبسم کرده نیست. اینه نمرانه. حتی محمد دیده هم تبسم نکرد. چنان خشمناک بگرد، چنان غضبناک، چنان بدصورت که حتی که پیغمبر احسان میکرد بدن من لرزه فرا می‌رفت. ولی ما شما اگر خدا نگهدار محکمه سوی گلافتی میشود مبادا اجازت نامه اگر دوزخ دیدیم بردر دوزخ داریم شاه دوزخ از ما شما میپرسید از من خدا خواهد ما چه میکش سوره خدا خواهد تفسیر ملک نه آیت یک زیدی نه حسین باعث کاشفی رحمت الله علیه دو مثل شیر آوردیان بر دری دوزخ از شما پرسم بر شما آرین نبود گفته آرینان بر گوشی احمقان افسار نبود همون راهبری ترمد افتست که آی در دنیا یکان کس نبود که شما را اجرا را فهمانم اجرا را قدوتو که عذاب خیلی عذاب انواع عذاب ای خدا تحقیق کاره بکنم نگو در جواب ما نمیتونیم که گفت لیکن ما افسانه بشماریم باشیم ما دروغ نمیتونیم خدا در قرآن که میگه سیدنا فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون بیچش که این عذاب که در دنیا دروغ بشماریدش گفتی دوزخ نیست این عذاب چه شد روز قیامت محکمه سود الهی میشود همین دوزخی که میگه همین دوزخ 70,000 فرشته و 70,000 زنجیرها بسته کشاره کرده مشرگاه میاد ما شما در حساب کتاب دیدش مثل دوزخ که در گروه است همچون بانم یک خبر پا میزند من سوره مرسلات نشی میگه پیغمبر میگه یک باره میگه علقش یک باره شراره هاشه میپرتاید شوره هاشه استعیذ بالله انها ترمی بشرار کالقصر کانه جمالة صفر میگه خود یک شکلی زن داره همچنان میگه شراره هاشه میپرتاید در دوزخ نگه دار میزند ما شما تماشا کرده نیستیم دوزخ عزیزان من 7 طبقه دارد 7 کامره دارد کامره یکم دویم سوم چهارم پنجم ششم هفتم یعنی قبر به قبر است تن به تن مثل آشانه‌دار خانه ها پیغمبر سلام گفتن که این طبقه ها با آیت ها تصدیق دیگه است عزیزان یک انشاءالله امام قرطبی رحمت الله علیه میگن یک انشاءالله خدا خواهد تورمه نامش این جهنم است یک تورمه نامش دویم نامش گفت لرزه است سوم نامش مطمه است چهارم
نامه داره ولیت بالاخره انشاءالله یعنی دوزخ بناماش هست. امام اخبار ضحاک رحمت الله علیه میگه که هر یک انشاءالله دوزخ آدم ها چی میگه داخل نشان در اینجا. خدا من در سوره حجرات استعیذ بالله لها سبحة أبواب لكل منهم جزء مقسوم. خدا میگه هر یک طبقه‌اش میگه الله اینجا جا دارد و موافق عملش آدم ها جزء تقسیم کرده میشود. تقسیمات شما بکنید میدرد. امام اخبار ضحاک چی میگن؟ یک ترمه این قرارگاهی منافقای امت محمد صلی الله علیه و سلم شده است. کسی که در دنیا سرکش است، در دنیا فرمان خدا را نمیکند، فرمان پیغمبرش به کار نمیآورد، وظیفه‌های که شریعت محمدی گذاشته است اجرا نمیکند، داخل یک ترمه شده است. دوم ترمه گفتن، دوم جای مسیحی‌ها هست. سوم جای ترمه جای یهودی‌ها هست گفت. چهارم ترمه جای صانعون گفتگی ستاره پرستا. بغیر از خدا دو دیگر چیزا را پرستش میکنگی آدم ها جاش برس انشاءالله خداوند. هفتم جای مجوسی‌ها هست، آتش پرستا، علاق پرستا. جای انشاءالله خدا خواهد. ششم مشرکای عرب که مشرک شدن محمد چقدر آزار دادن صلی الله علیه و سلم. اینجوری یکی بدبختریش ابو جهل. مشرکای عرب جاش میگفتن ششم کعبه است. هفتم کعبه جای منافقان است. منافقان از کافران هم پستر. خدا رسول میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک اسفل النار. ما منافقان پسترین نامره داره که هفتم طبقه. این جای سخت‌ترین عذاب در اینجا است. سخت‌ترین عذاب. من جمعه دیگر برای شما منافقان هم صحبت میشیم. اگر نقش جمعه دیگر منافق کردن صورت میشه که علامت کی را منافق بگن؟ چه علامتی منافقی دارد؟ خدا فرصت کرد انشاءالله با شما هم صحبت بشیم. منافق نشو هیچ وقت. منافق نه با چی است؟ یک نماز بخواند یک نمیخواند. خیلیش بسیار است. امروز گاه حرام بخواند گاه عبادت میکند. منافقی این نمودش بسیار است. اگر زده بریم انشاءالله خدا نگه دارد. ما شما عدالت هستید. من چند حدیث میارم برای شما درباره عذاب در دوزخ. عزیزان من انواع عذاب هست، گوناگون عذاب هست. این پسترین عذاب خردترینش میگه همان عذاب است که دو کفشش میگه کفش پتین کفش دو کلاش است. وقتی که در پای انسان فرشته های دوزخ میپوشونید معنی سرش مثل دل میپوشیده است. این پستریش است. تصور کنید یک کلاش پوشوندن تو مرد سر جوشیده بیستن. دوزخی ها میگه از عذاب سختیش میگه دندانهاشون مثل توی احد نشست. نهیبان دیگه که حدیث هستی در کتاب مکاشفات قلوب گرفت من حدیث رو دندانهاشون میگه مثل توی احد، شکمهاشون مثل توی نشست از عذاب سوختن چند. حتی میگه پوستی هر یک دوزخی 40 متر تشکیل نشده. 40 متر. از مشمت جا پوست مسا کنه باشه 1 متر یا 2 متر. وقتی که از عذاب سختی شد او فرشته ها خدا همیشه آفریننده است که 1 گرم رحم ندارد. گرم میدونید؟ گرم
میگن کشت ما از مثل درختای کلون کلون. آبهای چی هست؟ آبهای دوزخی ها زرداب و چیرکی زیناگرها هست. از زیناگرها آبش جمع زده میفراید، همون چیزا خداوند کسلاته میشن. تشنمونگی همون سه میکرد. خارهای تلخ است، قرآن بیان میکند به مجرد خوردن انشان خداوند در دلش کار میده. زهراش هزارها سالهای دراز از دل ما شما رو گرفته است. تلخی همون خارهایی که ما شما حوض کرده میخوریمش. دوزخی نه. امام احمد ماجه حبان روایت میکنند که شکرگره گفتن دوزخ شکری ها دارد. اگر انسان در دوزخ پرداخته شود بودن 40 سال بسر دارد در آخرش نمیرسید. 40 سال مجرد در دوزخ پرداخته شود 40 سال اگر انشاءالله خدا خواهد دوا کند مثل سالهای مشما 40 سال که با سالها دیگر سالها میشن 40 سال دم بقیه چی؟ جهنم نمیرسید است. شما تصور کنید سوال ابن حبان بیهقی روایت میکند اگر یک سنگ میگه پرداخته شود در دوزخ 40 سال بین زیرش نمیرسید. 40 سال رسول میگه من شیشتگی بودم یک باره آواز میگه ترکش سخت به وجود اومد. در حال میگه ترسیدم جبرئیل امین میگه برادر اون نرسون رسید. گفتم چی شد؟ یا برادر جبرئیل چونکی برادر نمیتون اخی نمیتون جبرئیل مثل اکا و دادش دیگه بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن همه یک سن گفتن از دیگر طبقه بودن ترتیبات در دوام 70 سال اکنون دیش نرسید و مجرد رسیدنش میگه آواز سختی با وجود آمد. حتی میگه رسول میگه من ترسم. علاوه که ما در دنیا میسوزیم علاوه یک جزء همون علاوه است. این جزء شوفته با دریاها دیگر شوفته چکار کردن علاوه آده حضرت آدم درسته بودن که یک شغلش است. شغلش دوش است. تو بکنیم تپیده است. امام بخاری حدیث 70,000 وادی دارد شهرهاست. 70,000 چکونی دارد. 70,000 خانه دارد. 70,000 مطلق مال دارد. 70,000 کشت دارد. تصور کنید این هزار بدن آشون است. همه این عزیزان من برای چی هست؟ کسانی که سرکش هستند. خدا نگه دارد ما از این رو بی‌ترسیم. یه رو خود کس عزیزان من دو صحبت کمتر میکنیم برای که بچه آزار میکشن لیکن همه موشی هستیم. خدا خواهد جمعه دیگر هم من بعضی خدا خواهد عذاب باشه به سهم شما میرسد. این برای ترساندن شما نیست. این برای آگاهی ما شما است. آگاه باشید. از اینجا خبردار شید. اینجا را درک کنیم انشاءالله خدا فهمیم دانیم که عذابا چی است. البته انشاءالله مقرر است. کسانی که سرکش میشوند فرمان خدا را نمیتونند. چی حاجت؟ آخه با عذاب برداشتن. چی حاجت؟ خدا آسمان تعالی بیکار پیغمبران را نداد. بیکار برای شما کتاب نداد. بیکار عالمان را نداد. شب و روز میگوید که خدا تو نمیتونی. خدا تو افسانش میداره. حضیرش میشماری. بعد پدر خدا خواهد میبینی. این چی فایده؟ چی سود بست؟ 1000 بار پشیمان شیم. 1000 بار سلام در زمین داریم. 1000 آرزو کنیم. میگذرد همین فرصتی که 50 و 60 سال داده غنیمت دار. تو این روز میگد فرصت را غنیمت شما
که فردا ندامد نآید بکار. فقط با پشیمونی کردن کسی امروز وقت است توبه کن. انشاءالله امروز دروازه توبه شادی است. خداوند نجات دوزخ توبه است و عبادت است. توبه کن، رو به سوی خدا بیا. پنج وقت نمازت بخون، روزه ایمان شریف رمضان گیر، زکات مال بده، حج کن. دایم به ذکر الله باشی، انشاءالله خداوند نجات می‌دهد. موافق عمل باشیم خداوند چی میگیره؟ ثواب و گناه میخره. گفتیم مولوی زی مکافات عمل غافل مشو، گندم دیده گندم روید و جو چونین میگوید پیری معنوی هرچی کاری همون بید دلمی. چی کاری همون میدنی؟ از کشکه کرده جواری نگرفتن یا جواری کرده گندم نگرفتن، هیچ کس ثواب کرده گناه نخریدن، هیچ کس گناه کرده ثواب نگرفتن. همش موافق عمل ما و شما وابسته است عزیزان. بیایم با عمل باشیم، بیایم از الله ترسیم، از قیامت دوزخ از عذاب ترسیم انشاءالله خداوند. ما طاقت عذاب نداریم. خدا تو شما ترسیم، زنهاتون رو فرمایید، دخترها و بچه‌هاتون رو. خدا قرآن رو میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قو انفسکم و اهلیکم نارا. شما خودتون و اهل عائلتون از عذاب خدا خلاص کنید. ما شما که خلاص خونده است سکنکی آیسته آیسته بگه میخون زنها رو تعلیم کرد، آیسته آیسته دخترکان و بچه ها نخلاقت با اول آشنا کنیم. و یارم گردناش کرد دختر از 9 سالگی بچه از 12 سالگی فرد از مسلمانان بیادم داریم. از 12 بلوغ با دخترها 3 سال پیش از بچه ها بلوغ شو تیستر است. وقتی که همون که دور منش نماز در گردنش فرد میشد روزه فرد میشود، طاعت عبادتی فرمان خدا فرد میشود. نمیشیار شد ما و شما. ببین صحبت خدا با پایان میرسانیم. الله سبحانه و تعالی تنین صحت خاطر جمعه های دیگر خداوند با شما عزیزان هم صحبت بشیم. امید میکنیم که از این موضوع ها شما خداوند به خاطر میاریم. از این موضوع ها خدا خواهد هممون که از ما کشیده هممون عمل کردن به خداوند راه نجات راه خوبی یافتن کمر ایمان با از اینم بلندتر بندیم، از اینم خوبتر بندیم انشاءالله خداوند. طاعت کنیم، عبادت کنیم، نجات انشاءالله خداوند دو دل برسیم. سیدالی گفته که بچه که حکیمانی خداوند در برای کار میکنن در بولیم خداوند مالیه امروز برادرش خداوند هم کسا روش صحبت کردن قبلا 1.5 ساعت پیش. خداوند این برادر از خداوند توشکر تمام اومد است روبری همین خداوند یک بولم ده الحمدلله بیادر شکر اون کلکتیف شدن التماس دامنده یک دعاش کنیم با الان از اینم از خرسندیشو مرتبه های بلند شد یک. البته انسان همی خلاص در یک سزای مرتبه شود این خرسندی ها نباش ما نمیگنجیم. این چنین بده اگر خداوند ما شما در دنیا فرمان خدا و پیغمبر کنیم فقط خداوند اجازت نامه جنت گیری از ما شما خوشبخت‌ترین انسان یافت بشود. این میگه که حکومت دیگه بعضی ها ماشین را دست است، بعضی ها میگه که آردینا را دست است، بعضی ها مرتبهاش چقدر خرسند شود یا که در خودشون نمیگنجند. لیکن الله هم مکافات های مبیلی دارد فقط در قیامت. مکافات جنت است، مکافاتش دیدار خدا را دیدن است انشاءالله. ما عاشقا قدم معشوقه خدا خواهد این بهترین مکافات ولی شما در پیش است. داخل یک جمعه در باره جنت هم با شما عزیزان هم صحبت می‌شود. جنت چی شیرینی ها دارد، چی زیبایی ها دارد. البته حقیقی این پوستم برای مکافات از همین شما میرسانیم تا که رغبت شما با ترس شما که زیاد شود با رغبت و با خرسندی و با محبت و نسبت الله نسبت مکافات های الله
باید که انشاءالله زیاده باشه. بلکه جمعه دیگه از آخر منافقین رو ندارم من درباره جمعه صحبت می‌کنم، درباره جنت شما عزیزان هم صحبت می‌شیم که جنت هم 8 دروازه داره. جنت دوستان سرای است آخر انشاءالله. جاهایی که راحت کردی است میکردی است من انواع راحتاش از روی تیپی قرآن و حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم خدا خواهد بسر میشم. برادر خداوند البته مرتبهش رو از این انداز زیاده بگرداند ان شاء الله خدا خواهد بدر جای بلندترین در خدا خواهد نزد خدا خواهد شاه عادل جناب شاه عادل با این مرتبه خدمت کردنشونه الله سبحانه و تعالی همه خادمان خداوند موفقیت باشند ان شاء الله. الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. افاق و قدرتگاه که مسئله که ذکر کردیم امان و بحر کیمایان عمل کردن و میسر بگردانیم در دلهای مایان. نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جاگیر بگردانیم. همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نماییم. توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نماییم. از عذاب قبر و از عذاب جهنم پروردگار را بارا نگه بدار. یا رسول الله دعا میکردیم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم. پروردگار را از این جهنمی پوشیده‌تر پروردگار را مال خود خلاص بگردانیم و در جنت جاودان مال خدا را خود سرآغاز بگردانیم. آمین. آنانی که در اینجا دست برداشتند آنانی که خیریتشون کردن خدا را بدر که دارن خواه دینی است و خواه دنیایی خداوند را فرد و کرمت برآورده خیر بگردانیم. بیمار در اسم خداوند و خود شفای کامل قدردان در اسم خداوند و خود نجاتی بی‌فرزند در اسم فرزند صالح و صالح کرامت نمایید. بی‌توفیق و اسم خداوند و خود توفیق بگردانیم. آنانی که گذشتن محتاجیت دعا هستند پروردگار قبرهاشون پر نور آخرشون آباد بگردانیم. آنانی که در سفر هستند عزم سفر دارند خداوند سفرهای باروی‌های شوق نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتنش را الان نصیب بداریم. و این یعنی بیماری که برای ما شما تشویش آورده است خداوند زودتر بگردانیم زودتر برید. آمین. سوداگران را در سوداش، هنرمندان را در هنرش، کاسبان را در کسب و کار، دهقانیان را در دهقانیش، طالب علم را در هیچ خداوند خودش برکات. در تمام دنیا تکار صلح و امنیت را خداوند را برقرار بداریم. رئیس جمهور خداوند خود دوری دراز روزی فرار تنیسیت خاطر جمع همیشه آمده کار از بلاهای عظیم سمای در پناه خود نگهبان باشیم تا رئیس ناحیه که از بهبود زندگی مردم سعی دارم خداوند در سعی کوشش آنها برکات عطا. این جمهوری ما شما را مثل جمهورهای پوری داشتنش را الله نصیب بداریم و این استقلالیت و این آزادی که برای ما شما نعمتی بسیار داد چه در دین و چه در انشاءالله دنیا خداوند تا قیامت پایدار بداریم. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک. وقتای نماز داخل نماز عصر کردی شام 5:30 شده است نماز عصر 4:10 گفتم حالت شام باده نظارت که دو میل کم شده عبادت کنه تا جمعه دیگر در حفظ و فنهای خدای